این آستان چو باغ جنان پایدار باد، چون مهتاب در فلکش برمدار باد. چون کو سرفراشته در روزگار باد، چون فرش بر ثبات خود امیدوار باد. تا ابر و باد و دور قمر گرم کار باد، دارالعلوم عالیه دارالقرار باد. دارالعلوم عالیه دارالقرار باد. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و علی آله و صحبه اجمعین. درس امروز در مورد صفت علم خدا، صفت قدرت خدا و انشاءالله پیرامون صفت اراده خداوند تبارک و تعالی می باشه. پیش از اینکه در مورد صفت که مخصوص به خداوند تبارک و تعالی می باشه، یعنی صفت علم بپردازیم، خوبه که در مورد علم خود هم یک بحث داشته باشیم که انسان هم صفت داره به نام علم و این صفت می باشه مظهر از برای اشیاء، مبدأ انکشاف و ظهور اشیاء. هر کسی که این صفت به نزد او باشه و به پیش او باشه، میتونه که به اساس او صفت بر برخی از اشیاء اطلاع حاصل بکنه، او اشیاء به پیش او واضح و ظاهر بشه. خداوند تبارک و تعالی صفت علم در ما و شما نهاده، یعنی مثل که قوت بینایی در ما و شما نهاده، قوت شنوایی در ما و شما نهاده، سایر قوتها را در ما و شما نهاده که هرگاهی که تعلق بگیره او قوت به یک چیز، مثلا به صدا تعلق بگیره، شنیدن میشه موجود. به تماس با یک چیز تعلق بگیره، زبری، نازکی، گرمی، سردی، رطوبت، خشکی یک چیز به ما و شما معلوم میشه. هنگامی که قوت بینایی به یک چیز تعلق بگیره، دیدن نسبت به اون چیزهایی که مرئی می باشه و دیدنی می باشه موجود میشه. به همین ترتیب علم هم در نزد حضرات علمای اسلامی یک قوتیه، یک صفتیه که خداوند تبارک و تعالی در قلوب ما و شما جای داده که به اساس این قوت و به اساس این صفت میتونیم که هرگاهی که یک نسبت در مابین این صفت و یک چیز از اشیاء به وجود بیایه، به اساس وجود همون نسبت همون شیء به پیش ما ظاهر بشه، منکشف بشه و نسبت به او اطلاع پیدا بکنه. علم ما و شما نسبت به موجودات هم میتونه باشه، نسبت به برخی از چیزهایی که موجود نیت تا به حال، همین که تصور یک نفر بره به او طرف، مثل که انکشافات میکنه، اکتشافات میکنه، این فرع و نتیجه تصورات نسبت به یک چیز تصور میکنه تا ای که تصور او را میرسانه به یک معلوم، به یک شیئی که پیشتر به او ظاهر و آشکار نبود، بعداً به پیش او ظاهر و آشکار میشه. علم ما و شما به دو گونه می باشه. یکی علم اجمالی
دیگری علم تفصیلی. علم اجمالی از اجمال یعنی طور مختصر خیلی فشرده و علم تفصیلی یعنی مفصل گسترده. یک علم ما و شما که علم اجمالیه او پیشتر از وجود شیء، پیشتر از گفته ما، پیشتر از فعل و کرده ما او به ذهن ما و شما میاد. شب هنگام ما و شما نسبت به کارهای صبح، نسبت به گفته های فردا که چی میخواهیم صبح و فردا بکنیم و چی میخواهیم که فردا بگیم، نسبت به این حالات و گفته ها و کردارها یک تصور به ذهن ما و شما میاد که فردا چنین میکنم، چنان میگم، با کجا میرم، با کجا نمیرم، با کی میشینم، با کی ملاقات نمیکنم. این همون علم اجمالیه پیش از وجود همین گفته ها و کرده ها. هر کس که بخواه با کس ملاقات داشته باشه پیش از پیش با خود تصور میکنه جای نشسته، طریقه گفتمانه که چی گفته باشه، اگر او چیزی گفت در مقابل و در جواب او چی گفته باشه. یک سخنرانی که به او تعیین شده که این پیرامون صحبتی داشته باشه یا به تلویزیون یا به منبر یا به دیگه، پیش از پیش بعض چیزها را با خود خمه سنجه. این همون علم اجمالیه پیش از این که بره به صحنه وقوع، لیکن خیلی مختصر، خیلی فشرده. دیگری علم تفصیلیه بعد از این که یک چیز موجود شد، تشکیل شد، به وجود آمد، بعداً علم ما و شما نسبت به او چیز میشه علم تفصیلی، خوب واضح، خوب روشن. مثال دیگه که بزنیم به مثل نقشه که بر روی صفحه مهندس میکشه نسبت به یک ساختمان و پیاده کردن این نقشه در یک زمین، در یک محوطه، تا پیش از این که پیاده بشه اون نقشه بر روی زمین، علم مهندس بر همون نقشه اجمالی می باشه، مجمله، فقط یک گوشه از همون چیزی که میخواد پیاده بکنه بر روی کاغذ کشیده. و هرچه که علم تفصیلیه بعد از این که این ساختمان، بعد از این که همون تعمیر به وجود آمد و تشکیل شد و بنا شد، اونجا باز علم خوب واضح و روشن که به چند متری قرار داره، دارای چی ابعاد می باشه و فلان و فلان. اگرچه که اکثر اوقات علم اجمالی یک نفر با علم تفصیلی او مطابق می باشه، ولیکن باز هم او علمی که اجمالاً داره در او ظهور همون چیز، ظهور معلوم مختصرتره، فشرده‌تره، مبهمتره نسبت به اطلاع و علم او بعد از وجود او چیز. اینجی وضاحت به او بیشتره، اطلاع و انکشاف به او بیشتر می باشه. گاهی اوقات حتی اینطور میشه که علم اجمالی ما و شما مخالف با اون چیزی که در واقع موجود میشه، در خارج موجود میشه. دیشب با خود چنین تصور و چنان تصور کردیم که این طور میگیم و این طور میکنیم و چنین و چنان میکنیم، لیکن صبح موضوع دگرگون شد. او چیزی را که ما اول تصور کرده بودیم او دوم موجود شد. او چیزی که دوم تصور کرده بودیم که چنین بشه او اول موجود شد. این که با کجا با فلان شخص نشست و برخاست داشته باشیم او جاز و تبدیل شد به اساس بعض معذرت ها و دیگر. پس نسبت به ما و شما میشه که او چیزی را که پیشتر تصور کردیم و با خاطر خود آوردیم، یعنی علم اجمالی، علم تفصیلی با او مخالف باشه. علم ما و شما مطلقاً خواه اجمالی باشه خواه تفصیلی، چون صفت ما و شما خداوند تبارک و تعالی در ما و شما نهاده
پس چون ما حادث می باشیم نوپیدا، علم ما و شما هم نوپیداه، یعنی صفت هم نوپیدا می باشه. تفصیل هم که موجود میشه به اعتبار اجمالی و به اعتبار تفصیلی، یه هم نوپیداه، قابل تغییره، کم و کاست در او به وجود میاد، تبدیل و تغییر در او به وجود میاد. حتی گاهی اوقات از یاد رفتن و فراموش شدن، غافل شدن نسبت به او چیز به ما و شما رخ میده. خیلی کارها میکنیم که نسبت به بعضی از اموری که 2 ساعت پیشتر کردیم ما غافل میشیم، او چیزها بالکل به باد فراموشی سپرده میشه. و یا ای که عوارض خدای نکرده به یک شخص موجود میشه که تمام داشته ها و خاطرات سابق او بالکل از یاد او میره، مرض نسیان و فراموشی او پیش میشه و به صورت رفتن ما و شما از این دنیا و وفات کردن میبینیم که این صفت هم مزمحل شد، این چراغ هم خاموش شد. پس چون که انسان در معرض تحول و تغییر می باشه، علم او هم در معرض تحول و تغییر. به اعتبار سنین هم اگر بگیریم، در زمان جوانی این نفر دیگه اطلاعات داشت، روز به روز قوتهای او تحلیل شده میره و بو اساس در صفت علم او، در صفت یا در حافظه او تغییرات به وجود میاد که داشته های او گاهی اوقات از پیش او محو میکنه. علم خداوند تبارک و تعالی صفت ذاتی خدایه، یعنی ذات خداوند تبارک و تعالی متقاضی این صفت میباشه، با این صفت همیشه میباشه خداوند تبارک و تعالی، و این صفت با خدا همیشه. طوری که پیشتر بیان کردیم صفتهای ذاتی صفتهایی که همیشه با خداوند تبارک و تعالی بوده و هسته، همون طوری که نسبت به پروردگار اولیتی نیه که پیشتر از او نبود، حال اول وجود نسبت به صفتهای ذاتی خداوند تبارک و تعالی هم اولیت نمی باشه. همون طوری که نسبت به پروردگار فنایی نیه، همان گونه نسبت به صفات ذاتی او هم فنایی نمی باشه. پس صفت علم خدا او طور صفت ذاتی از برای خداوند تبارک و تعالی که مبدأ ظهور اشیاء به پیش خداوند تبارک و تعالی. خدا با این صفت و به اساس علمی که در ذات خدا موجود می باشه و قائم می باشه بر هر چیز اطلاع داره، بر هر چیز علم داره، هر چیز به پیش او می باشه واضح و آشکار، خواه قبل از وجود اشیا باشه و خواه بعد از وجود اشیا، خواه در هنگام وجود اشیا باشه، در هنگام بقای اشیا باشه، به هر حالتی که میخواه باشه، بعد از بین رفتن اشیا هم همگی. پس یک صفت عامه، عام شامل معدوم، ممکنه معدوم تا به حال موجود نشده، از این به بعد موجود میشه. به همون وقتی که معدومه خداوند تبارک و تعالی میدانه اون چیزه، شامل ممکنه موجود که ما و شما باشیم، عالم باشه، همگی موجودات عالم بر او علم داره. بعد از اینکه هر چیز از بین میره، فلان کس میماره، فلان کس چنین و چنان میشه، فلان چیز حتی از جمادات، نباتات، حیوانات، عناصر اولیه که از بین میره بر او هم علم داره خداوند تبارک و تعالی. بر ممتنعات هم علم داره، او چیزی که صلاحیت نداره موجود باشه بر او هم علم داره. بر واجب هم که خود باشه و ذات او باشه بر او هم علم داره. پس بر سه چیز، ممتنعات، ممکنات در حالت عدم و در حالت وجود و بعد از عدم، عدم لاحقه و عدم طارئ و عارضه، و بر واجبات بر همگی علم داره خداوند تبارک و تعالی. و علم خداوند تبارک و تعالی
بر دو قسمه باشه، یکی علم اجمالی، دیگری علم تفصیلی. علم اجمالی خداوند تبارک و تعالی در ازل پیش از این که کان الله ولم یکن معه شیء، خدا بود هیچ چیز دیگه نبود، در همون وقت و در همون مرحله هم خداوند تبارک و تعالی بر هر چیزی که می باشه علم داشت. با قلم دستور میده که بنویس آنچه را که بوده و آنچه را که یکون الی الابد، تا به ابد موجود میشه، تا به لانهایت موجود میشه، اینا رو نوشته کن. وقتی که دستور میده نوشته کن، خب یعنی خداوند تبارک و تعالی علم داره بر همین اشیا. این علم اجمالی پروردگاره پیش از وجود اشیا بر آنها علم داره. به این اساس مفسرین، محدثین، علمای اسلامی رحمهم الله میفرمایند که خداوند تبارک و تعالی همین اشیا قبل از وجود، به طور مختصر عالم قبل از وجود هم حضور علمی داشته به پیش پروردگار. به اعتبار علم پروردگار به پیش خداوند تبارک و تعالی معلوم، حاضر، پیش از وجود هم. این را حضور علمی گفته میشه، علم اجمالی گفته میشه. دیگری علم تفصیلی، بعد از اینکه ما وجود بیا، فلانی به وجود بیا، اشیاء به وجود بیا، اینجا هم علم خداوند تبارک و تعالی بر حالات ایشان، بر کردار ایشان، بر گفتار ایشان، این نسبت به خود که میگن انسان ها، ورنه به همگی اشیاء علم داره. خواه جزئیات باشه، بر هر جزئی، خواه کلیات باشه، بر او علم داره. لیکن فرقی که هست تویه که علم تفصیلی بعد از وجود معلوم، هنگامی که ما و شما صحبت بکنیم، طریقه نشست بکنیم و طریقه گفتار، حالت داشته باشیم، کردار داشته باشیم، هر گونه که باشیم، همی که انجام بشه از ما و شما، اونجی باز علم تفصیلی میاد. یعنی علم تفصیلی تابع معلومه، تابع همون گفته که موجود شد علم تفصیلی میاد. این علم تفصیلی خداوند تبارک و تعالی مطابق با علم اجمالی خداوند تبارک و تعالی، یک سر سوزن هم اینا با هم دیگر فرق نداره. علم اجمالی مطابق با علم تفصیلی، علم تفصیلی مطابق با علم اجمالی. در ما و شما علم اجمالی مبهم بود، علم تفصیلی واضح بود، زیرا بعد از وجود شی بود. لیکن در خداوند تبارک و تعالی هر دو علی السویه ظهور داره، هر دو علی السویه ظاهر. همونطوره که قبل از وجود عالم خداوند تبارک و تعالی بر جزئیات عالم و بر کلیات او علم داشته، به همون ترتیب بعد از وجود عالم بلکه به طبق همون علم اجمالی میآید، همون معلوم موجود میشه و خداوند تبارک و تعالی بر او علم تفصیلی میاره. از علم تفصیلی و اجمالی خداوند یک گونه می باشه در ظهور، انکشاف تام، ظهور کامل به پیش خداوند تبارک و تعالی است. هیچ اختلاف نمیشه که خداوند تبارک و تعالی علم داشته باشه در ازل بر یک چیز و بیا در حال به خلاف علم خداوند تبارک و تعالی ظاهر باشه، ورنه این میشه جهل معاذ الله. وقتی که به خلاف علم یک کس، یک معلومه، یک چیز موجود باشه، او میشه بدا، جهل، که به مسئله بدا اهل سنت و الجماعت رحمهم الله قول نمیکنن. اینطور نیه که خداوند بر یک چیز علم داشته باشه سابقا، به خلاف علم خدا بیای موجود باشه. نه، هرچی که اهل تشیع اونا قائلن به مسئله بدا، یعنی معاذ الله خداوند تبارک و تعالی بر یک چیز اطلاع داشته، علم آورده از سابق پیشتر از وجود اشیا، لیکن بعداً باید دیده میشه که به خلاف علم خدا یک چیز ظاهر شد معاذ الله. یعنی به عبارت دیگر نسبت جهل و نادانی معاذ الله به خداوند تبارک و تعالی در نزد اهل تشیع صحیح. حالا اگر چه که لفظ تغییر میده،
لفظ جهل و نادانی نسبت نمیکنه به خدا، ولیکن لفظ بدا یعنی ظهور خلاف آنچه که پیشتر میدانست. بدا از بدو یعنی ظهور خلاف آنچه که پیشتر میدانسته. سابقا یک چیز میدانست، حالی که بر خلاف او ظاهر شده. این را اهل سنت و الجماعت رحمهم الله این را بالکل نکوهش میکنه، مردود میدانه. کسی که به خلاف صفت ذاتی خدا، به ضد صفت ذاتی خدا به او یک چیز ثابت بکنه صراحتاً، معاذالله به جایی که بگه صفت علم، میگه خداوند نمیداند چیزی را، نسبت به اشیاء جاهل میباشه و جهل در خدا ثابت بکنه و کفر. اگر یک کسی به این چیز معتقد باشه، به این چیز باورمند باشه، این کفر. اصل منشأ گفته از کجای گفته صادر شده، خود از اونا خو یک چیز میگه، لیکن ما در این چیز میگه که اصلا از بغض با اصحاب پیغمبر خدا علیه السلام این مسئله ظاهر شد. خدا میفرماید که صحابه کرام همگی خدا از او راضیه، من از او ناراضیم. اینا صحابه پیغمبرن، لیکن اینا میگن خدا نمیدانسته که بعد از اینکه پیغمبر علیه السلام وفات بکنه، چون با حضرت علی بیعت نکرده، پس معاذالله همگی مرتد شد، همگی کافر شد. خدا این چیزی نمیدانست. پس اون چیزی که در قرآن عظیم و شان نوشته، پیرامون صفت اصحاب محمد رسول الله والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم تراهم رکعا سجدا طواقع، اینا همگی گویی که به خلاف علم خدا باشه. پس یعنی یک نسبت دیگه دروغگویی نسبت به خداوند تبارک و تعالی، خلاف واقع یک چیزی رو بیان کردن نسبت به پروردگار که یک چیزی را در قرآن نوشته و در قرآن عظیم الشان که کلام خدا هست گفته که او خلاف واقع می باشه. یک چیزی که یک کسی بگو خلاف واقع باشه یعنی دروغ دیگه. پس از یک طرف مسئله بدا برمیگرده به ثبوت یا اثبات جهل و نادانی معاذالله به خداوند تبارک و تعالی، و از طرف دیگه برمیگرده به دروغگویی نسبت این موضوع به خداوند تبارک و تعالی که این هر دو عاقبت خیلی خطرناک داره. و همونطوری که بیان کردیم این دو صفت خدا، یعنی دو علم خدا، علم اجمالی خدا و علم تفصیلی، بالکل از همدیگر جدایی نمی‌پذیرند. و علم خدا کسبی هم نیه، ذاتی خدا هم کسبی نیه. علم ما و شما اکثر آنها نباشه حصولی، کسبی. ما دیگه میخوانیم یک چیز معلومات به خود حاصل میکنیم، میآموزیم به خود حاصل میکنیم، اکثرا بغیر از علم ما بر خود و بر صفاتی که در ما موجود میباشه. همین دو علم حضوریه، احتیاج به کسب نداره که میایم در مورد خود در مورد حالات قلبی خود بیایم کشف بکنیم که در من چی نیه. هر کس به خود میدانه، هر کس به صفات درونی خود میدانه، اطلاعی داره نسبت به غیر از خود و از صفات خود. هر چیز دیگر میباشه علم برای کسبی اصولی، گاهی خود تصور میکنه، گاهی خود تصدیق میکنه، مراتب تصور، مراتب تصدیق میباشه جدا. علم خداوند تبارک و تعالی بر ذات خود، بر صفات خود، بر تمام عالم همگی میباشه حضوری، یعنی همگی حاضر به پیش خدا، طوری که ذات خدا پیش او حاضر میباشه، صفات خدا نزد او حاضر میباشه. ما و شما هم به محضر خداوند تبارک و تعالی میباشیم. پس هنگامی که در محضر خداییم، به پیش یک پادشاه نشستیم، به پیش یک ولی نشسته میباشیم و محضر او میباشیم، دست و پا خود به خلاف ادب تکان نمیدیم. پس به محضر خداوند تبارک و تعالی گناه کردن، و محضر خداوند تبارک و تعالی نافرمانی را انجام دادن، این را اگر انسان تصور بکنه، از این جهت بعضی از صوفیین کرام
رحمه الله میفرماید هر گناه کبیره، زیرا هر گناه به محضر خداوند تبارک و تعالی انجام میشه، ما همگی به محضر و محل حضور پروردگار میباشیم. خداوند تبارک و تعالی علم او بر ما و شما میباشه، بصر او که بعدا انشاءالله بیان میشه بر ما و شما میباشه. این شد صفت علم خدا که جهل در خدا موجود نیست. اگر علم نباشه باید جهل باشه بگه، زیرا یکی از این دو ضد باید باشه، یا علم یا جهل. جهل نقصه، جهل عیبه، در ما و شما جهل و نادانی عیبه، چی برسه به ذات پروردگار. یک کسی که بی سواد باشه، یک کسی که جاهل و نادان باشه، او حیثیت هم نداره با این که گفتیم عیبه نباشه. از چگونه پروردگار با این که پیشتر من کدیم ذات او عالی العلی الاکبر میباشه، چگونه در اون صفت موجود نباشه، ضد او موجود باشه، نقص و عیب باشه. خداوند تبارک و تعالی از نقص و عیب ذاتی و صفتی مبرا میباشه. و همین ترتیب اگر در خداوند تبارک و تعالی علم نباشه، در ما و شما قومی بینیم علم هست دیگه. برتری کی میه؟ مخلوق از خالق، که بنده او علم داره، لیکن او کسی که او را ساخته، خدایی که این بنده را تیار کرده و موجود کرده و صفت علم او داده، او از عالم نباشه، علم نداشته باشه. به می ترتیب علم ما و شما برگرفته فرع صفت علم خداوند تبارک و تعالی، یک اشعه از صفت علم خداوند تبارک و تعالی می باشه. این چگونه میشه که فرع موجود باشه و اصل که مرکز صفت علمی می باشه او موجود نباشه؟ این خود شده نمیتونه. لحاظا علم خداوند تبارک و تعالی ثابت، ازلی، ابدی، سرمدی، هیچ نقص، کم و زیاد، ذهول و فراموشی و نسیان در خداوند تبارک و تعالی موجود نمیشه. صفت دیگه پروردگار می باشه قدرت او تعالی. در ما و شما قدرت هست، خداوند در ما و شما قدرت نهاده که به اساس او قدرت میتونیم این کار را هم انجام بدیم، این کار را هم انجام بدیم. لیکن فرق میکنه. قدرت ما و شما به اندازه جسه ما و شما، هر کس نیروی او، قدرت او به اندازه جسه او میباشه. ما و شما حادث، پس قدرت ما و شما حادث. ما و شما فانی، قدرت ما و شما هم فانی. ما و شما در معرض تغییر، قدرت ما و شما هم در معرض تغییر. همون نفری که به جوانی 250 کیلو وزن رو بالا میکرد، او به پیرمردی میتونه این کارو بکنه؟ نمیتونه. بلکه قوت تغییر میکنه، پس قدرت تغییر میکنه. قدرت های ظاهری میبینیم در معرض زوال، یکی مقتدر شد صاحب قدرت، میبینی که پس زائل شد قدرت او، یعنی قدرت معنوی او هم از بین میره، زائل میشه، پس در معرض تغییر. لیکن قدرت صفتی که ضد او میباشه عجز، ناتوانی، این ضد در خداوند تبارک و تعالی راه نداره. عجز و ناتوانی در خداوند متعال راه نداره. پس صفت قدرت خدا یعنی صفت ازلی خدا، صفت ذاتی خدا که با ذات خدا توأم میباشه، با ذات خدا قائم میباشه. و اینطور نیه که یک زمان بوده باشه که این صفت قدرت در خداوند تبارک و تعالی نبوده باشه، بعداً باز به وجود آمده باشه. اینطور بالکل شده نمیتونه. زیرا اگر یک لحظه هم ما و شما فرض بکنیم که این قدرت در خدا نباشه، یعنی ضد او، یعنی عجز، یعنی ناتوانی در خداوند تبارک و تعالی بودن، معاذالله. این صفت نسبت به هر چیز، یعنی شی و ضد او علی السویه، یعنی خداوند تبارک و تعالی هم قادر بری که همین چیز موجود بکنه، هم قادر بری که این چیز موجود نکنه از اول، هم قادره که بعد از ایجاد این چیز او را باقی بگذاره، هم قادره که او را باقی نگذاره، هم قادره بی که او را استاد بکنه، هم قادره بی که او را بشانه. نسبت به هر دو ضد علی السویه می باشه. هم قادره بی که او را
حسین و زیبا خلق بکنه، هم قادر بیکوره قبیح و بدصورت خلق بکنه. این نسبت قدرت. پس قدرت خدا نسبت به همگی اشیا، نسبت به همگی اشیا در بحث خود دو ضد علی السویه، وجود عدم، وجود حسن عدم حسن، وجود شیء عدم شیء، نسبت به هر دو علی السویه. هم این را انجام میتونه بده، قدرت بر این هم داره، قدرت بر این هم داره. پس ضدین نسبت به قدرت خدا علی السویه میشه. علی السویه هر کدام که اراده بر او بره، چون قدرت خدا بر او علی السویه بود، پس همو تخصیص پیدا میکنه، همو موجود میشه، همو چیز ظاهر میشه. لحاظا قدرت خدا صفت ازلی خدا، صفت ذاتی خدا که نسبت و تعلق او به ضدین علی السویه میباشه، هم نسبت به این چیز هم نسبت به این چیز. اینطور نیه که بر این چیز قدرت داشته باشه لیکن بر این چیز قدرت نداشته باشه، بر وجود شیء قدرت داشته باشه، بر اعدام او، بر از بین بردن او قدرت نداشته باشه، بر ایجاد یک شیء قدرت داشته باشه لیکن بر ابقاء و باقی گذاردن او قدرت نداشته باشه، بر ابقای او قدرت داشته باشه، بر ازاله او قدرت نداشته باشه. این چیز در خداوند تبارک و تعالی موجود نیست، بلکه هر دو نسبت به قدرت الله تعالی علی السویه. ولیکن یک فرقی که هست در مابین علم و قدرت اویه که علم پیشتر گفتیم عامه، نسبت به ذات خود، نسبت به صفات خود، نسبت به ممکنات موجود، نسبت به ممکنات غیر موجود، نسبت به ممتنعات، همگی علم خدا هست. اما قدرت خداوند تبارک و تعالی فقط شامل ممکنات میشه. بس قدرت خداوند تبارک و تعالی شامل ممکنات معدوم که تا به حال موجود نشده، ممکنات موجود و ممکنات که عدم بر او طاری میشه و عارض میشه. برای این ممکنات قدرت خداوند تبارک و تعالی تعلق میگیره. بر واجب و بر ممتنع قدرت خدا تعلق نمیگیره. شاید به ذهن برخی از برادرها بیاید، بعض سوال هم کرده بودن پیشتر، هم سوالات نسبت به قدرت پروردگار همینطور اکثرا وسوسه شیطانیه. پیغمبر خدا علیه السلام میفرماید که هرگاه چنین وسوسه های در یک نفر موجود میشه، بگه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ثم لیتفل عن یساره ولینتهی عن ذلك. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بگه و طرف دست چپ توف بیاندازه و همین وسوسه قطع کنه، بره به یک چیز دیگه و سبحان الله الحمدلله به ذکر خدا مشغول بشه. این طور وسوسه ها شیطان مندازه و صحابه همینطور گاهی اوقات به اینطور چیزها وزنا پیش میکنه، به صحابه شیطان پیش میکنه. لأن اکون حمامة احب الی من ان اتکلم به، ای که من انگشت باشم، خروج باشم، زغال باشم، به پیش من بهتر از این که من به این چیزی که به تصور آماده من بیار تکلم بکنم. یعنی این چیزها به ذهن صحابه هم میاد، بلکه خود پیغمبر خدا علیه السلام بیان میفرماید که یتساءل الناس فیما بینهم یتساءلون الناس، مردم همیشه کنجکاوی میکنن، حتی یقال هذا، تا اینکه یک گپ گفته میشه الله خلق کذا، الله خلق کذا. شیطان به ذهن آدم میاره که فمن خلق الله، پس خدا را چه کسی خلق کرد. این تو به ذهن او بعض وسوسه ها میاد. نسبت به قدرت خدا هم گاهی اوقات بعض وسوسه ها در ذهن یک نفر میاد. مثلا آیا خداوند تبارک و تعالی میتونه خود را معدوم کنه؟ اگر بتونه خود نیستی خدا میاد، اگر نتونه عجز خدا میاد. خداوند تبارک و تعالی میتونه که یک سنگ بیافرینه که خود او برداشته نتونه. اینطور سوالات به ذهن بعضی از خود مسلمان ها بگیم موجود میشه، یا ای که بعضی از دین ستیزها به ذهن یک مسلمان موجود میکنه نسبت به این چیز که آیا پروردگار این چیز کرده میتونه یا نه.
حاصل کلام صحیح کنه. عجز چی زمانه، ناتوانی چی وقت به ما گفته میشه که این نفر ناتوانه؟ وقتی که در او همی صلاحیت نباشه. صحیح شده نه؟ من نمیتونم همی مثلا تو وزن 100 کیلویی رو ورزم، این نسبت به من نقص نسبت به من میباشه، عجز نسبت به من، ناتوانی نسبت به من. یعنی گاهی عجز وقت میشه، ناتوانی و ضد قدرت وقت میشه که نه خود شخص در اوی استعداد و اوی صلاحیت نباشه. گاهی اوقات در شخص استعداد هست لیکن طرف مقابل این استعداد و این صلاحیت نداره که همین قدرت به او تعلق بگیره. به اینجا گفته نمیشه که این نفر ناتوان، نه، او طرف مقابل همین استعداد در او موجود نمیشه. پیشتر یک مثال زده بودیم با جواب سوال بعض از برادرها که خورشید میتابد نسبت به همگی اهل السویه، نسبت به همگی اهل السویه میتابد، لیکن بعضی اشیا نور و خورشید جذب میکنه، بعضی اشیا نور و خورشید جذب نمیکنه، بعضی اشیا منفعت برمیداره از نور و خورشید، بعضی اشیا منفعت بر نمیداره. بعضی با نور و خورشید ضدیت داره خفاش، بعضی کس از نور و خورشید کمال استفاده میکنه. پس این که خفاش نور و خورشید نمیگیره، این خود تقصیر از نور و خورشید نیه که در خورشید نقصه به این که در او تأثیر بکنه، نه، او چیز صلاحیت نداره. لحاظا از جهت عوارض بیرونی، از جهت برق موانع که در او طرف می باشه، همین قدرت به او تعلق نمیگیره. نه که قدرت به ذات خود، یعنی خداوند تبارک و تعالی قدرت او نتانه که تعلق بگیره، نه، به او طرف این استعداد نمی باشه. این استعداد به ممتنعات نیه که بیا قدرت به او تعلق بگیره. این استعداد نسبت به واجبات نیه که بیا قدرت به او تعلق بگیره. مثلا اگر واجب بیا در معرض، واجب خود خداوند تبارک و تعالی، واجب یعنی خدا بیا در معرض قدرت خود قرار بگیره، یا ایجابیه یعنی ثبوت یک چیز میکنه به قدرت، یا سلبیه دیگه. اگر خداوند تبارک و تعالی قدرت او تعلق بگیره به وجود خودش، و وجود پیشتر بود، وجود قدرتی خدا، بلکه وجود عین خدا در نزد حضرات اشعریه رحمهم الله، پس تحصیل حاصل میاد. وجود پیشتر بود، دوباره باز وجود بخشیدن چی معنا داره؟ اگر عدم بکنه، قدرت به اعدام بیاید، به از بین بردن بیاید، پس او چیزی را که ما واجب فرض کردیم او واجب نشد. واجب قومه که بالکل تمام طرق عدم بر او بسته باشه، از هیچ راه عدم بر او نیاید. ممتنع به می ترتیب، ممتنع یعنی چه؟ محاله، یعنی ذات او توان این چیز نداره که بیا به صحنه خارج موجود باشه. اگر خداوند تبارک و تعالی قدرت او به این ممتنع تعلق بگیره، خویا یعنی او را موجود که بکنه، از حیطه عدم و امتناع او بیاره به بالاتر، او ممتنع باقی نمانده. پس اشیا دو قسم، واجب و ممکن. حالان که اشیا و چیزها سه قسمه، ممکن، ممتنع، واجب. پس در او طرف یک مشکل موجوده. علاوه بر این که خداوند میتونه خود معدوم بکنه، این مثل ایه، یعنی سوال بیمانه، مثل ایه که ما و شما ایتو سوال بکنیم از خود که آیا خورشید که مرکز نور می باشه میتونه خود ظلمانی بکنه؟ بیمانه سواله. همین تو سوال کسی نمیکنه که بیا مرکز نور خود ظلمانی بکنه، نورانی و منور بیا خود ظلمانی بکنه. علاوه بر این، اگر خداوند تبارک و تعالی خود معدوم بکنه، یک لازم میشه که یک ذات هم مؤثر باشه، هم متأثر باشه، هم فاعل باشه، هم قابل باشه. این چیز بالکل عقل ایران نمیپذیره که یک شی هم مؤثر هم متأثر. مؤثر کلی و مطلق علی الاطلاق خداوند تبارک و تعالی،
به ذات خود، یعنی ذات خدا اثرپذیر نیه ذات خداوند تبارک و تعالی. پس این چیزها سبب میشه از برای که ما بگیم قدرت خدا تعلق نمیگیره به ذات خدا، قدرت خدا تعلق نمیگیره به صفات خدا، قدرت خدا تعلق نمیگیره به ممتنعات. از او طرف کدام مانع موجوده، نه از این طرف. از بی خاطر از اون اول دایره قدرت تنگتر می باشه، نه به اعتبار ذات خود گفتیم کدام نقصان در قدرت باشه، نه به اعتبار اون طرف میگم قدرت تعلق میگیره فقط به ممکنات، خواه ممکنات معدومه خواه ممکنات موجوده، ممکنات معدومه قبلی و یا یک معدوم به عدم بعدی. این خلاصه اون چیزی بود که پیرامون این سوال جواب داده شد، انشاءالله بلکه گرفته باشید. و صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و علی آله و صحبه اجمعین. حاصل سوال بعض از برادرها میه که چرا خداوند شیطان را از آتش آفرید؟ هیچ چرایی نداره، همگی می باشه به تحت حکم و سیطره خدا، مملوک خدا. یکی را از آتش می آفرینه، یکی را از خاک می آفرینه. باز تطور و اطوار و حالات مختلف در قدرت که یکی را از منی یعنی از پدر و مادر، یکی را بدون پدر، یا مو قدرت خداوند تبارک و تعالی. یکی را از نور می آفرینه، حضرات ملائکه. آیا رسول الله خداوند تبارک و تعالی را به چشم دیده است؟ به چشم سر نه، لیکن به عین قلب، به چشم قلب خداوند تبارک و تعالی را دیده. حضرت ابن عباس سید المفسرین رضی الله عنهما بیان می‌فرمایند نسبت به چشم سر اختلاف در مابین صحابه هست که برخی می‌فرمایند دیده در خود شب معراج، برخی می‌فرمایند ندیده. و همو قول فیصل و حکم آخر فرموده ابن عباس است. اگر اینطور کسی بگه که خداوند در به صفات کمالی خود نیاز دارد، خداوند به حیات نیاز دارد، اگر حیات نباشد موت بر او میآید، این گفته صحیح نیست. نیاز در خدا بالکل نیست. این صفت ها بیشتر ذاتی خدا، یعنی بالکل منفک از ذات خدا نبوده و نیست. بیشتر بیان کردیم که لا عین ولا غیر، عین خدا هم نمیباشه، غیر یعنی جدا از خدا هم نبوده و نیست. نیاز در خداوند تبارک تعالی نیست، ضد نیاز صمدیت نباشه. خداوند صمده، قل هو الله احد الله الصمد. زیرا اگر نیاز داشته باشه به کی نیاز داره؟ یک کسی قوت باشه که به نیاز داشته باشه، این احتیاجه. احتیاج علامت امکانه، خلاف وجوب. مادر و پدر با این همه مهربانی اندکی که نسبت به فرزند خود دارند، چگونه است که فرزند خود را راضی نمی شود به آتش بیندازد، لیکن خداوند کس راضی می شود که به آتش بیندازد؟ فکر کنیم پدر و مادر گاهی اوقات عاقم میکنن، خیلی مهربانه لیکن عاقم میکنن. هنگامی که نسبت به او بغاوت صورت بگیره، نسبت به او طغیان صورت بگیره، پس پدر و مادر ناراض میشه. پدر و مادر که از او را از ارث گاهی اوقات محروم میکنه، ارث خود در زندگی و خود مال و خود به کسی میبخشه، خاطری که از این فرزند ناراضه. و خداوند خود راضی نیه بی که این با آتش بیفته، لیکن خود این نفر با دستهای خود با آتش میفته. در کتب عقیده اهل سنت آمده که الله جسم ندارد. سخن اینجاست که صفات دلالت بر تجسم میکند، برای اینکه صفات اعراض است و اعراض هم قائم نمیشود مگر اینکه به جسم. بکنیم نسبت به صفات خداوند تبارک و تعالی لفظ عرض اطلاق نمیشه، چنانچه که به ذات خدا جوهر اطلاق نمیشه، به صفات خدا اعراض اطلاق نمیشه. و باز عرضی که تعریف ما و شما میکنیم، عرض ایتونه که محتاج به محل میباشه و فلان، او نسبت به او اعراضیه که در ما و شما میباشه. بیشتر بیان کردیم که اکثر این اشکالات از قیاس شاهد بر غایب میاد، از قیاس حالات خود را و خداوند را بر حالات خود میاد. صفات الله لامحدود است، یعنی نهایتی ندارد، تسلسل در صفات نمی آید. سعی کنیم این تسلسل و فلان اینا که هست نسبت به یکی، نسبت به اشیاء حقیقی، نسبت به اشیاء اعتباری فرق میکنه در خود همی عالم هم. مثلا تسلسل در اعداد صحیحه،
تا ولا نهایه. چرا یک جای خود آدم میتونه که اعتبار خود کار قطع بکنه، فرض خود کار قطع بکنه. نسبت به موجودات عالم تسلسل واقعی و حقیقی شده نمیتونه، زیرا این مستلزم قدمت عالم نشه، عالم قدیم باشه. چون که خدا قدیمه، پس اگر لا اله نهایه باشه مشکلی نیست. بازم این برمیگرده به که تسلسل در خود را ما خداوند تبارک و تعالی بر رضا قیاس میکنیم که تسلسل در نسبت به جهان باطل. خب باید باطل باشه، نباشه باز قیامت از کجا میشه؟ نباشه خب باز در این صورت مسئله خدمت عالم میشه و مسئله ای که خدای هست یا ای که نیه. حضرت جبرائیل چگونه قرآن را از جانب خدا الله میآورد، این بعدا انشاءالله در بحث خود رسالت بیان میشه. کتب سماوی که بر پیغمبرها فرود میآید، گرفتن جبرائیل قرآن عظیم الشان را روحانیه، یعنی به جبرائیل امین القا میشه از جانب خداوند تبارک و تعالی. حضرات علما در این مورد اختلاف دارن، همونجا بیان میشه. خداوند در قرآن عظیم الشان میفرماید و ما ربک بالظلام للعبید ولا، و در جای دیگر میفرماید ولا یرضی لعبادی الکفر. پس الله ظلم بر کسی روا ندارد. پس چرا یک صفت الله مضل است؟ زی کنیم و ما ربک بالظلام للعبید، یکی خلق خود ضلالته، یکی کسب ضلالته، فرق میکنه. مضل به چی معنی؟ به معنای خالق ضلالت در یک کس. این انشالله در بحث قضا و قدر مفصل روی از این موضوع بحث میشه که خلق قبیح نیه، کسب قبیح میباشه قبیح در نزد اهل سنت و الجماعت رحمهم الله. هرچی که معتزلی های میگه خلق قبیح هم قبیه، به دلایل باز به اونجا ثابت میکنه عقلی که خلق قبیح نیه، بلکه خلق قبیح هم کمالیه.